بسم الله الرحمن الرحیم. قصه یک جوان با یک دختر. جوان به قصد مزاحمت با یک دختر پیام داد و گفت ممکن است که با شما شناس شوم، خود را معرفی کنید. دختر در جواب گفت بله، چرا که ممکن نیست. من هوا هستم، از پهلوی تو آفریده شدم تا اذیتم نکنی. قطعه از وجود تویم. من هدیه الهی هستم که به تو ارزانی شد تا بعد از خروج از بهشت تنها و افسرده نباشی. وقتی که دنبال همدم بودی مونس و تنهایی تو شدم. من مادر، خواهر، دختر، همسر شدم تا پاسدار خانواده ات باشم. من سوره نور، نساء، سوره طلاق، مریم هستم. من همانم که وقتی که مادر شدم بهشت زیر پایم قرار میگیرد. من همانی هستم که نصف میراثت را برایم تعیین کرده اند، نه بابت کسر و شانم، بلکه برای اینکه مسئولیت تمام خزینه و امور مالیم را تو عهده‌دار هستی. من همانی هستم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما را سفارش میکنم به زنان نیکی کنید. حالا اگر دنبال لهو و لعب و نیت شوم و پلید هستی، برو به جای دیگری، چرا که من و امثال من در فضای مجازی بابت ترویج دین آماده ایم. بعد دختر پرسید حالا جناب محترم شما کی هستید؟ جوان در پاسخ گفت من توبه کننده به سوی الله هستم. آفرین به مادری که تو را تربیت نموده است. پس برادران و خواهران مسلمانم، بیایید اصلاح را از خود آغاز کنید. برای مشاهده بهترین سخنرانی ها کانال ما را دنباله‌گیری کنید و برای ثواب نوارها را به دوستانتان روان بسازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.